100 لغت انگلیسی که تقریبا 50% در واقع لغات مهم زبان انگلیسی رو شامل میشه. وقتی اینطوری بهتون میگم بدونین که اینا مهم و مهمترین واژگانی هستن که برای یادگیری زبان انگلیسی باید بلد باشین که در 4 سطح مختلف یعنی A1, A2, B1 و B2 دسته‌بندی شدن. اگر در واقع سطحتون بالاتر از A1 و A2 هستش خواهش میکنم اون قسمت رو در واقع رد نکنین چون مطمئناً چیزایی هستش که براتون میتونه مفید باشه. من سوگندم و به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدین. خیلی خوب، با گروه اول در واقع A1 و Basic Verbs افعال پایه و بیسیک قرار با هم دیگه شروع بکنیم. اولین لغتمون فعل do هست. Do. She always does her homework on time. فعل دوممون فعل make هست. به معنی درست کردن یا حالا ساختن. He wants to make a sandwich. Go. They go to school every day. Go means رفتن. Know. به معنی دونستن هستش. Or understand. I don't know his name. اسمشو نمیدونم. فعل بعدیمون فعل say هستش. What did he say? چی گفت؟ See به معنی دیدن. Can you see the cat in the tree? Next one is take. Take your bag with you. کیفتو با خودت ببر. Want. I want a new house. یه خونه جدید میخوام. Want means خواستن. Next verb is work. به معنی کار کردن. She works at a supermarket. توی سوپرمارکت کار میکنه. Get. She will get a gift for her birthday. Get به معنی گرفتنه و فعل بعدیمون look هست. Look به معنی نگاه کردنه. Look at the sky. به آسمون نگاه کن. Use به معنی استفاده کردنه. Can I use your pen? Help کمک کردن. Can you help me carry that bag? Find. I can't find my phone. Find به معنی پیدا کردنه. Give. Can you give me that pen? Give به معنی دادن هستش. Feel. I don't feel well today. Feel به معنی حس کردنه. Next one is think. I think it's going to rain. فکر میکنم قراره بارون بیاد. Understand. I understand the instructions now. خب. فعلای سطح A1 تموم شد. بریم سراغ adjectives. صفات این قسمت. با big شروع میکنیم. big میدونین به معنی یعنی شاید هم ندونین نمیدونم به معنی بزرگ هستش. They live in a big house near the beach. Good. This soup tastes really good. Good به معنی خوب هست. Little. She has a little puppy at home. Puppy at home. Sorry. Little means کوچولو. Small. Easy. آسون راحت. The homework was easy so I finished it quickly. New. It means not old. یعنی جدید. He just bought a new car. Right. It means correct. That's the right answer to the question. جواب درسته. درست. صحیح. Difficult. It's opposite of easy. دقیقا متضاد easyه. Easy گفتم میشه راحت. پس difficult یعنی سخت. Learning a new language can be difficult. یاد گرفتن یه زبان جدید میتونه سخت باشه و خب این به نظرم واقعا درسته. High, it means tall. So the mountain is very high. And low, it means not high. یعنی دقیقا یه جورایی متضاد high هستش. The chair is too low for the table. خب بریم سراغ اسامی سطح A1 یعنی نون ها. اولیش day هست. Day. Today is a sunny day. امروز روز آفتابیه. Time. What time is it? ساعت چنده؟ Time در کل به زمان اشاره داره. Adults. Adults go to work every day. Adult means افرادی که بزرگسال هستن و نقطه مقابلش child هستش. Child. The child is playing with the toys. بچه. خب. بریم سراغ conjunctions که میشه در واقع حروف ربط. اولین موردمون باز توی همون سطح A1 and هست که قراره 2 تا حرف رو یا 2 تا کلمه یا 2 تا جمله رو به هم دیگه وصل بکنیم با and. For example, I like apples and oranges. Or, do you want tea or coffee? Or به معنی یا هست. But, به معنی ولی. I wanted to go, but it was raining.
یعنی میخواستم برم ولی داشت بارون میومد. So مجبور شدم که در واقع صرف نظر کنم از رفتن. So she was tired so she went to bed. خسته بود پس یا در نتیجه رفت که بخوابه. So means پس یا در نتیجه. Because I stayed at home because it was raining. خونه موندم به خاطر اینکه به علت اینکه داشت بارون میومد. پس به معنی به خاطر اینکه هستش. و if به معنی اگر هست. If it's sunny tomorrow, we'll go to the park. اگه هوا در واقع آفتابی باشه به پارک میریم. خیلی خوب. بریم سراغ question words. لغاتی که در واقع سوالی میکنن جمله من رو. اولی موردمون what هست. What. What is your name? اسمت چیه؟ به معنی چیه هستش. What. Where. Where do you live? Where به معنی کجا. کجا زندگی میکنی؟ Who. Who is your teacher? Who به معنی چه کسی هستش. معلمت کیه؟ When. در رابطه با زمان به کار میبریم یعنی چه وقت. When is your birthday? تولدت کیه؟ Why. Why are you laughing? چرا دارین میخندین؟ به معنی چرا هستش. و آخرین موردش how هست. How do you make a sandwich? چگونه؟ چطور؟ بریم سراغ pronouns. بازم با سطح A1. سطح A1 دیگه خیلی طولانی شد. مورد اول my هست. This is my book. یعنی این کتاب متعلق به منه. برای منه. Your. This is your phone. این گوشی مال شماست. متعلق به توه. His. He forgot his jacket. در واقع مرتبط با یه شخصیه که در واقع آقا و سوم شخصمونه. Her. She brought her friend to the party. Them. I saw Tom and Sarah and I talked to them yesterday. Him. We use this to refer to a man. For example, I gave him the book. And finally, me. It refers to the speaker. I'm talking about myself. Can you help me with this problem? میتونی به من در خصوص این مشکل کمک کنی؟ خیلی خوب. بریم سراغ دسته دوم A2 سطح A2. دوباره با فعلامون شروع میکنیم. فعل اولمون accept. Accept means agree. She accepted the invitation to the party. دعوتش در واقع دعوت شدنش به مهمونی رو پذیرفتن. Need به معنی احتیاج داشتنه. I need a pen to write a note. Borrow. Borrow به معنی قرض کردنه. Can I borrow your phone for a minute? Employ به معنی به کار گرفتن یا استخدام کردنه. The company employs 100 people. Invent به معنی اختراع کردنه. He invented a new type of phone. And solve. I really need to solve this math problem. Solve به معنی حل کردن هستش. بریم سراغ adjectives در همون سطح A2. Recent. Recent در واقع معنی اخیر تازه است که جدید در واقع اتفاق افتاده. I read a recent news article about the event. Various. Different. مختلف گوناگون. There are various ways to actually solve this problem. Particular. He has a particular interest in history. یه علاقه به خصوص یا مخصوص یه چیزی توی مایه هاست در واقع معنی particular در واقع اینجا این معنی رو میده. خب بریم سراغ اسامی با سطح A2 یا همون nouns. Opportunity به معنی فرصت یا موقعیت هستش. This is a great opportunity. Possibility. It means chance. امکان یا حالا احتمال یک چیزی رو در واقع داره برای من مشخص میکنه. The forecast said that there's a possibility of snow tonight. Tablet. ما ایرانی دیگه خودمونم کاملا آشنایی داریم با این لغت. به معنی تبلت هستش. I read my book on my tablet. Achievement. Graduating from university was a big achievement. اینجا به معنی دستیابی هستش. Achievement. Conjunctions and adverbs در سطح A2. مورد اولمون although هست. اگر راجع به although اینجور چیزا میخواین بهتر اطلاعات به دست بیارین پیشنهاد میکنم ویدیویی که اخیراً پست کردم حتما چک کنید و اینکه حالا مثالمو گوش کنین.
Although it was raining, we went for a walk. اگرچه بارون میومد ولی خب ما رفتیم برای اینکه پیاده روی بکنیم یا قدم بزنیم. Already جز اون دسته چیزاییه که خیلی معادل دقیقه تو فارسی نمیشه براش آورد. I've already eaten dinner. Already یعنی پیش از این، قبل از اینکه مثلا راجع به این قضیه صحبت بشه من یه کاری رو انجام دادم یا اتفاق افتاده اون قضیه. مثلا میگم که شام خوردی و شما اینجوری که آره شام خوردم. این شام خوردن مال قبل از این صحبته. پس I've already eaten dinner. حدس میزنم که خسته شده باشین. اول از همه خسته نباشین. ولی خب یه نکته‌ای که هست، شما برای اینکه سطح بیسیک از یه زبان جدید داشته باشین بعد بین 4000 تا 5000 واژه از اون زبان رو یاد گرفته باشین. میدونستین؟ و برای higher level of fluency باید یه چیزی بین 8000 تا 10000 لغت در اون زبان رو بدونین. و خب این براتون در واقع داره براتون در واقع اینو جا میندازه که دونستن این میزان لغت، یعنی بین 4000 تا 5000 لغت که چیز زیادی هم نیست، فقط برای یه آشنایی اولیه با اون زبان هستش. چه خوبه که این ویدیو رو تماشا کنین، ویدیوهای دیگر هم چک کنین، شاید یه زمانی به کارتون اومد. B1 level. بریم سطح B1. دوباره با افعال شروع میکنیم. Access. I can access the internet from my phone. دستیابی یا حالا دسترسی معنی میده. Access. Annoy. The loud music annoys me. Annoy به معنی اذیت کردن هستش. مورد بعدیمون چارج هست. چارج 2 معنی مختلف داره. یکی شارژ کردن گوشی موبایله. معنی دیگهش اون میزان پولیه که بابت در واقع خدمات یا هر چیزی باید پرداخت بشه از ما گرفته میشه. I need to charge my phone. معنی اینو میدونین. و مورد بعدی معنی دوممون بود. They charge $5 for delivery. Injure به معنی آسیب زدنه. He injured his arm while playing football. شاید هم بهتر باشه بگم soccer به جای فوتبال. Influence به معنی تاثیر کردن به یه چیزی هستش. Friends can influence how we feel. بریم سراغ nouns یا حالا همون اسامی در سطح B1. مورد اولمون staff به معنی کارکنان یا پرسنل هستش. The staff at the restaurant are very helpful. Accommodation یعنی محل اقامت، جایی که قرار در واقع بمونین. We need to find accommodations for our vacation. یعنی وقتی که میریم سفر خب باید به دنبال یه جایی برای موندن هم باشیم دیگه. Achievement. Getting a high score was a big achievement for her. اینجا achievement به معنی پیروزی یا موفقیت در واقع هستش. هر واژه‌ای تو هر سطحی ممکنه معانی مختلفی داشته باشه. به این مورد دقت کنید. Emergency. In an emergency, call 911. خارجی ها باید به 911 زنگ بزنن. ماها چند تا شماره مختلف داریم. Emergency میدونیم میشه اورژانس یا حالا یه موقعیت اورژانسی در واقع. Neighborhood. There are many trees in my neighborhood. Neighborhood به معنی همسایگی یا یه چیزی که در مجاورت من باشه. Neighborhood. البته از در واقع محله هم میتونیم جایگزین این معنی بکنیم برای neighborhood. بریم سراغ صفات در سطح B1 که مورد اولمون familiar یعنی آشنا. That face looks familiar to me. اون چهره به نظرم آشنا میاد. Advanced به معنی پیشرفته است. She is in an advanced reading group. Native احتمالاً خیلی باهاش برخورد داشتین. Native به معنی محلی یا بومی هستش. English is her native language. بریم سراغ prepositions. اولین مورد since هستش. I've lived here since 2020. Since به معنی از هستش. از فلان سال، از فلان موقع تا به الان. Despite. We went for a walk despite the rain. Despite به معنی علی رغم یا با وجود اینکه، یعنی با وجود اینکه بارون میومد ولی خب ما رفتیم برای قدم زدن، یا با وجود اینکه این اتفاق افتاد ولی ما این کار کردیم. یعنی انتظار نمیرفته این کار انجام بدیم ولی خب انجامش دادیم. به هر حال وقتشه که بریم سراغ سطح آخر، سطح B2. مطمئنم کلی لغت جدید قرار یاد بگیرین تو این سطح. مورد اولمون که فعل هم باشه acquire. He wants to acquire new skills in cooking. acquire به معنی حاصل کردن یا حالا به دست آوردن یا اندوختن، حالا علم، دانش یا هر چیز دیگه ایه. فعل بعدیمون conduct.
conduct به معنی اداره کردن یا هدایت کردنه و مرتبط با حالا یه سری تحقیقات و یه چیزای شبیه به این هستش. He will conduct a study on health. همونطور که بارها به این مورد اشاره کردم، لازم دونستم بازم بهتون بگم که هر لغتی که میگم ممکنه برید یهو روی در واقع برنامه‌های ترجمه سرچ کنین و ببینین که این یه معنی دیگه ای میده یا میتونه یه معنی دیگه ای بده. بله، هر کلمه میتونه به اقتضاء زمانش یا مکانش معانی مختلفی بده. ولی خب من توی این ویدیو سعی کردم بولدترین در واقع معانی که دارن و براتون بازگو بکنم، اون پرکاربردترین در واقع معنی هر لغت رو. Enhance means improve. بهتر کردن، تقویت کردن، بالا بردن. Exercise can enhance your health. در واقع ورزش میتونه سلامتیتون رو بهبود ببخشه، بهتر کنه. Recall. I can't recall his name. Recall یعنی به خاطر آوردن، به یاد آوردن. Possess. She possesses many books. Possess به معنی دارا بودن یا داشتن چیزی هست. Approach. As we approach winter, the days get shorter. داشتم فکر می‌کردم روزا کوتاه‌تر میشه یا بلندتر کوتاه‌تر میشه. Approach به معنی نزدیک شدنه. هرچی به زمستون نزدیک‌تر میشیم، هی روزا کوتاه‌تر میشن. Reveal. Reveal به معنی آشکار کردن یا معلوم کردن یه چیزیه. The test results reveal her actually progress. بریم سراغ nouns در سطح B2. Commitment. Commitment means تعهد. Her commitment to her studies is impressive. Majority یعنی اکثریت. The majority of the class voted for a trip. Inquiry. To ask questions about something. پرسجو کردن، استعلام گرفتن. He made an inquiry about the prices. Requirement. الزام. For example, passport is a requirement for international travels. بریم سراغ adjectives. صفات. The first one is crucial. Crucial یعنی مهم و حیاتی. Sleep is crucial for good health. Flexible. Her schedule is flexible. قابل تغییره یا قابل انعطافه. Decent. قابل قبول. مناسب. استاندارد یه جورایی. She found a decent place to stay. Initial یعنی اولین یا نخستین یا آغازین، یه چیزی شبیه به اینا. The initial plan was to meet at noon. Particular. She wants this particular color. Particular here means در واقع خاص، معنی خاص میده. همین رنگ خاص رو میخواد. بریم سراغ adverbs. Apparently. Apparently the meeting has been cancelled. ظاهراً به معنی ظاهراً هستش apparently. Furthermore. عاشق معنی اینم. یعنی به علاوه یا گذشته از این. The restaurant is nice. Furthermore, it's affordable. و آخرین واژه‌مون appropriately. Appropriately, dress appropriately for the cold weather. به معنی مناسب هستش. نکته‌ای که باقی میمونه در خصوص این ویدیو این هستش که توی هر سطح واژگانی رو یاد گرفتیم و بررسی کردیم که این واژگان جزء دسته لغاتی هستن که دونستنشون برای کسی که زبان آموزه خیلی ضروریه و در واقع دونستن این لغات یعنی که شما دانش نسبتا خوبی در خصوص واژگان توی زبان انگلیسی دارین. خوشحال میشم که اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، چنل منو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو یادتون نره که فعال کنین. تا یه ویدیو دیگه.